به دردتون بخوره. ما حالا تصمیم گرفتم که این صدامون رو به گوش همه معلمای ایران برسونیم با گذاشتن توی واتساپ و گروه تو پیج خودم. گفتم که اگه یه جایی باشه که کلاس باشه و به اصطلاح یک حالت مصنوعی کمتری داشته باشه برای معلم‌ها بهتر قابل استفاده باشه و برای خانواده. امروز من یه مطالب کلی راجع به در کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی میگم و بعد حالا تا جلسات بعد من جلسات ریاضی و علومم کنارتون خواهم بود. روش تدریس مباحث مهمش رو براتون خواهم بود. جایی که بچه‌ها گیر اساسی دارن، مشکل دارن براتون میگم. اما چرا امروز مثلا ما فارسی رو انتخاب کردیم؟ چون اولا که فارسی من معتقدم مشکلات توی درس ریاضی را هم باید با فارسی درمان شه. بچه‌های را میارن الان که اختلال ریاضی هست، من با فارسی درمانشون میکنم. دوم اینکه فارسی اگر خوب تدریس بشه بچه‌ها خوب ریاضی را هم میفهمن، هم بهتر حل میکنن. متوجه شدید؟ بهتر یاد میگیرن. اگر ریاضی خوب کار بشه، مسئله های ریاضی را اگر شما فارسی را برای بچه‌ها خوب کار کرده باشید، مسئله ریاضی را خوب میخونن، خوب میفهمن چی میگه، حلش میکنن. برای همین من اومدم اولین مبحث‌هامو بفهمید سراغ درس فارسی. امروز برای همه مهمه مطلب، ولی برای معلمای اول خیلی اساسی تره و برای همکارایی هم که میخوان بچه‌هایی که درمان کنن. ببینید همکارا، من الان معلمایی که میان یاد بگیرن پیشم، دانشجوهایی که اختلال خواندن و ریاضی و اینا رو یاد بگیرن، خیلی ازشون پول میگیرم تا یادشون بدم. اما این مطالبی که تو جلسه امروز یا جلسات آینده خواهم گفت برای درمان اختلالات هم خوبه. یعنی خود شما هم میتونید با استفاده از این مطلباتی که امروز یادداشت میکنید یا بعدم تو پیجم میبینید استفاده کنید و درمانگری رو یاد بگیرید. خب ببینید همکارای گرامی، از فارسی کلاس اول تا ششم هیچ فرق نمیکنه. از فارسی های کلاس اول تا کلاس ششم ابتدایی هدف از زبان آموزی، هدف از فارسی ها، هدف از کتاب فارسی تقویت و آموزش مهارت زبان آموزی، مهارت های زبان آموزی. چون شما میخواید یه زبان را به شکل رسمی به بچه‌ها، زبانی که با محاوره باش حرف بزنن، بتونید که به صورت نگارشی و تحریری بهش یاد بدید. خب مهارت‌های زبان آموزی چی هستند؟ ببینید مهارت‌های زبان آموزی 4 تا. مهارت‌های زبان آموزی مهارت‌های زبان آموزی 1. گوش دادن. بله ببینید گوش دادن با شنیدن فرق کنه. الان شما به صدای من دارید گوش میدید ولی صدای کولر رو هم میشنوید. دقیق فرمونید. پس گوش دادن با هدف و انگیزه است، اما شنیدن اون حرکاتی که تو امواج موضوع و گوشش گوش ما و پرده ما خیلی آخر انجام میشه و میگن شنیدن. دوم سخن گفتنه. 3 خواندنه. 4 نوشتنه که سخت‌ترینش پایینی است. مهارت نوشتن که میرسه به انشا نویسی. خب از رو نویسی شروع میشه تا انشا نویسی. خب همکارای گرامی، در تمام درس‌های فارسی، در تمام درس‌های این هدف کلیه رو باید در نظر بگیرید که هدف کلی مؤلفین تو تمام دروس‌ها از اول
تو درس‌های فارسی از اول تا ششم این هدف رو دنبال میکنن. هدف تقویت مهارت‌های زبان آموزی گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن. پس شما باید بچه هاتون رو این دو چیز رو ازشون بخواید. این 4 تا چیز بخصوص تو کتاب خوانداری. ببینید تو کتاب خوانداری بیشتر مهارت گوش دادن، سخن گفتن و خواندن از بچه‌ها خواسته میشه. تو کتاب نگارش یا نوشتاری مرحله نوشتن، خواندن و نوشتن با همه. پس همون مقدار که شما به خواندن توجه میکنید به گوش دادنشون باید توجه کنید، به سخن گفتنشون اهمیت بدید. دقیقا فرمودید؟ دانش آموزی که توی کلاس سخن میگه به دانش در مقابلش سخنش که تموم شد از دانش آموزای دیگه بپرسید شما موافقید با صحبت‌های ایشون؟ میگه که آره. میگه مگه چی گفت؟ تا مهارت گوش دادنشو ببرید بالا. اگه نه بچه‌ها برای که از سوال ما راحت بشن سریع میگن آره خانم فهمیدیم، بله یه فهمیدم چی گفت، متوجه شدم، موافقم هستم. شما سریع سوال کنید مگه چی گفت؟ مگه چی گفت؟ ببینید فعالیت هایی که پیش بینی شده تو درس ها، این دو تا مهارت بهش توجه کنید. چرا ما در آموزش قرآن به بچه های غیر عرب زبان موفق نیستیم؟ به خاطر اینکه ما میخوایم یک زبانی به اونا یاد بدیم و این دو تا مهارت را نادیده میگیریم. فقط خواندن. دقیقا فرمودید برای هم موفق نشدیم. ولی این طرح جدیدی که الان تو قرآن کشور داره انجام میشه، آقای سیف و آقای مهندس وکیل و اینا هستن، این طرحشون واقعا داره موفق میشه به دلیلی که به مهارت گوش دادن، سخن گفتن، همون نوار که میخونه، همون بچه‌ای که زمزمه میکنن با نوار، این مهارت گفتن و سخن گفتن ایناشون داره تقویت میشه. این طرح داره موفق هم میشه تو کشورشان. خب پس اینا همه کارا در نظر داشته باشید. اما همکاران پای اول، اولیایی که دارن صدای من رو بعدا خواهند شنید، نگاره ها از درس اولتون خواندن رو شروع کنید. یعنی از نگاره اول شما به اینا باید توجه کنید. همکار پای اول، بچه همکارایی که خودتون به فرزند کلاس اولی دارید، ببینید بیایید و بچه هاتون رو از نگاره اول این مهارت ها رو ازش بخواید. این مهارت ها رو ازش بخواید. وقتی شما میخواید نگاره اول رو تدریس کنید، نگاره اول باید روی تابلو نصب بشه. حالا ندارین با فلش انتخاب میکنن، دیتاشو، هر چیزی، نه حداقل به کتابشون رجوعشون بدید. به صفحه نگاره نگاه کنن، به صفحه نگاره نگاه کنن. ببینید سوال شما معلم ها خیلی مهمه. اگه سوال اینجوری تر بشه که یه سوال دارم 2 تا شاگرد زرنگ میخوام جواب بدن، یه عده میگن خب ما را که نمیگه، نرگس و زهرا رو میگه، اینا بقیه کلاس فکر نمیکنن. شما اینجوری مطرح کنید، یک سوال دارم مطرح میکنم، بعد نظر همه را میپرسم، نظر همه را میخوام. ببینید اینجا دیگه کسی نیست که بگه منو نگفت، فکر نکنه، همه میرن. توجه بچه ها رو به تصویر جلب کنید. به تصویر که جلب شد، بچه در تصویر چه چیزایی میبینید؟ نگاه کنید. بچه با کنار دستیتون صحبت کنید. این خیلی مهمه که شما تو گروه با بچه ها کار کنید. کلاس ها که سر و صدا داره، چون مطالب مورد نیاز بچه اون نیازش رو تو کلاس پیدا نمیکنه. میدونی اون چیزی که چرا بچه کلاس اول روز اول روز شکوفا با این علاقه میان، اما کم کم چی؟ اصلا فراری از مدرسه، خوشحالن که بعد هوا آلوده است و مدرسه نمیرن، چون ما کاری به سرشون آوردیم تو مدرسه ها که زده شدن. خب بگید با کنار دستیتون هم راجع به نگاره صحبت کنید. حالا بقیه که پایاب تو درسای دیگه هم همین کارو بکنید. تو درسای دیگه هم فعالیت گروهی بحث کنید. خب حالا من سوال میکنم،
شما گروه بندی که میکنید بچهای کلاس را خواهش میکنم اینا رو ما از واسه تجربهمون میگیم ما سرگروه انتخاب نکنید. سرگروه همون زورگوی کلاس میشه. حتی پایه‌های بالاتر، مثلا پای بالاتر اول ما دیدیم که سرگروه باج میگیرن از اعضای گروه. سرگروه معمولا خودش رو تحمیل میکنه، نظرش رو به دیگران تحمیل میکنه. این بچه ها باید آینده کشورشون رو بسازن، یکیشون بشه رئیس جمهور، یکیشون بشه فلان. پس نباید زورگویی را یاد بگیری از الان. شما بگید شما اعضای یک گروه هستید، در مقابل یادگیری همه مسئولید. من اگر کسی از اعضای گروه سوال پرسیدم بلد نبود، از همتون نمره کم میکنم، منفی به همتون میدم. من بلدم، بخواست یادش بدیم. چرا یادش ندادی؟ اونی که یاد نگرفته بود باید 2 تا منفی بگیره. تو چرا نرفتی یاد بگیری؟ ببینید این هم هستا، چون ممکنه یکی عامل مخل گروه بشه که و با گروه هم کاری نکنه، عمدن برای اینکه بچه ها نمره منفی بگیرن چی؟ دست نمیخوره. پس اون خودش باید 2 تا منفی بگیره. دقیق فرمودید؟ خب وقتی که به نگارا توجه کردن، حالا شما بخواید که بچه هاتون جوابتون سوال کنید. از نگاره که سوال میکنید بچه هاتون به صورت کلمه پاسختون رو میدن. اینا نپذیرید ازشون. آفرین، کلمه را کلمه. اول نگید نه اینجور نیست. مثلا شما سوال میکنید نگاره اول مادر کجاست؟ میگه مادر کجاست؟ دانش آموز شما ممکنه بگه رو مبل. رو مبل. مادر کجاست؟ رو مبل. رو مبل. شما بگید نه، مادر روی مبل نشسته است. تا اون بفهمه. در بعد که میگید که بابا چه کار میکنه، میگه بابا برای امین کتاب میخواند. چرا؟ چون روی کرده این کتاب روی کرده کلیه. روی کرده کلی، طرفدارای روی کرده کلی میگن زبان آموزی باید از بزرگترین جزء کلمه شروع بشه، بزرگترین جزء زبان شروع بشه. اینا یه عده‌شون میگن بزرگترین جزء زبان جمله است، یه عده‌شون میگن که بهش میگن جمله محورها، یه عده‌شون میگن بزرگترین جزء زبان کلمه است، باید کلمه یاد داد. برای همین ببینید اینجا کلمه هم هست، اما تأکید معلم اول باید رو تصویر باشه، نه رو کلمه، رو تصویر. اگر دانش آموز سوال کرد که مامان یا خانم معلم این پایینم نوشته بابا، بله این نوشته باباست، بله، ولی ما نمیخوایم ازش بابا رو بنویسه. به اینجا خواندن، تصویر را بخوانن، سوال کنید. حالا هم کلاسی سوال کنید تا قدرت پرسشگری به بچه ها بدید. تو که پایه‌های بالاتر اما از بچه هاتون میخواد سوال ترک کنن. ببین ما مردممون بلد نیستن سوال ترک کنن، سوال مطرح کنن. ما چند شب پیش حالا رفتیم لباس بگیریم برای دختر خانممون، مانتو مدرسه‌اش میگه برو تصویر حساب کن تا لباس رو بدم. ببین زور. گفتم لباس رو بدید تا من ببینم مناسب تن دخترم هست بعد تصویر کنم. او نمیدم، منم تصویر حساب نمیکنم. پس باید پلیس تکلیف ما رو تعیین کنه. ببینید و ایشون و خانومم کلی به ما اعتراض که چرا شما فوراً پای پلیس رو میگید. گفتم خب این باید قانون بدونه. آخه شما وقتی میرید سوپری مثلا میگید 1 کیلو پنیر، به اونم گفتم 2 تا سطل ماست مثلا فلان تخم مرغ اینا بده، اول پولش رو میگیره یا اول جنسا رو بهتون میده و میگه نه جنساتون حالا کارتتون رو بدید. خب پس ببینید بچه رو گاهی وادار کن، حالا شما سوال کن، شما با تو درس‌های مختلف بچه از من سوال بپرسید. خب پس اینجا دانش آموزایی که میان و نگاره را به صورت داستان میگن بهتره. اینا به اینا رو تشویق کنیم. حالا تشویقاش هم تشویق خودش ها، نه اینکه مثلا حالا درد و برد بخوری تو سر همه که تو خیلی خوبی، نه. یه تشویقی که مثلا مناسب و سعی کنید از این تشویقای مادی هم فاصله بگیرید. ببینید مثلا این جایزه دادن ها
این دیگه برای جایزه درس نخونه. بعد ضمناً مثلا شما میخوایی با یک کارت امتیاز بدی، بعد پایان کارت امتیاز مثلا پایان سال چی میخوایی جایزه بدی؟ من مدرسه کار میکردم، بچه با 1500 تا امتیاز مدیر یه پاپکورن بهش داد. خب این بچه از 3 سال دیگه اصلا کارت امتیاز گفت من نمیخوام. چرا فهمونید؟ پس کتابای فارسی دیگه هم همین جوره. فعالیت هایی که پیش بینی شده را درست پیگیری کنید که همشون با هدف اومدن. خب پس تو نگاره ها گفتم مهارت سخن گفتن و گوش دادن بچه ها مد نظر شماست و حتی تصویر خوانی یا مهارت گفتنشون تقویت میشه. جواب است بچه ها را به کلاس عودت بدید. هست تو هر درسی سوالی پرسیدید، دانش آموزی جواب داد، از یکی دیگه بپرسید با جوابش موافقید یا نه. میگه آره، میگید مگه چی گفت. ببینید تا کلاستون سراپا گوش بشن. اینا فن معلمی هم توش هست، این صحبت هایی که من میکنم. تا کلاستون هیچ کس کلاستون از محدوده کاری شما خارج نشه. تو کلاس نشینید، شما معلمان نشینید، راه برید و همه را زیر نظر داشته باشید، چون شیطنت میکنن و مخالف روانشناسی رشدشون هم هست. ببین این بچه ها میگن انرژیشون زیاده، فعاله. خب معلمی که روش تدریسش بر بی حرکتی بچه گذاشته، تکون نخور، حرکت نکن، خب این خلاف رشدش داره کار میکنه. پس کارهای گروهی باید طراحی کنید تا بچه ها فعال باشن. شما حتی ما خیلی که میگفتیم معلمی را خوب میدونیم، میگفتیم معلم راهنماست. وقتی اون دو تا خانم دکتر فرانسوی ما را درس میدادن، گفتن نخیر معلم راهنما هم نیست. اگه راهنما باشه فکر بچه ها را محدود میکنه. دیدیم راست میگه. ما وقتی بچه ها رو بگیم ازم اینجوری فکر کن، یعنی داریم محدودش میکنیم. اونا خیلی درست‌تر میگن. دیگه از اون تاریخ بعد من حتی نقش راهنما هم تو کلاس بازی نمی‌کردم. اینقدر پرسش و پاسخ می‌کردیم تا بچه‌ها وقتی لذت کشف رو درک می‌کنن دستاشون رو اینجوری می‌کنن به عنوان شادی که خودشون کشف کردن. این دو تا کتاب خانم معلمان گرامی با هم و کنار هم درس بدید. چه کلاس اول چه ششم با همان در کنار هم باید تدریس بشه. نمیشه 1 ساعت کتاب خوانداری را درس بدیم، ساعت بعد کتاب نوشتاری را. ببین همکارای گرامی، شما فعالیتتون رو کتاب خوانداریه، دیدید خسته شدن سریع ببریدشون تو کتاب نوشتاری، نگارش. دیدی از اون خسته شدن برشون گردون کتابه، یه فعالیت کتاب خوانداری رو انجام بدید. نذارید کلاستون خسته بشن. دقیقا فرمودید. من 1 سال معلم، من تو سالهای خدمتیم 1 سال معلم اول بودم. اما این 1 سال من یه برنامه کلاسی زده بودم برای که وقتی از اداره میان ببینن کلاس هم برنامه داره. ولی شما باور میکنید من مطابق با میل بچه ها کار میکردم. میرفتم کلاس میگفتم که بچه ها چی بخونیم؟ میگفتن که فارسی کار میکردیم. میگفتم چی بخونیم؟ چیکار کنیم؟ ورزش. میبردمشون ورزش. بعد یک روز یادشون بخیر معلم راهنمایی بود، آقای میرصفایی، هنوزم زنده هستم خدا رو شکر. آقای میرصفایی من گفت که آقای مثلا شما برنامه کلاسیتون تو دفتر زیر میز مدیر برنامه کلاسی منو دیده بود. آقا شما که شما تو برنامه کلاسی الان فارسی دارید ولی داشتید ورزش میکردید، دلیلی دارید برای کارتون؟ گفتم بچه ها میگن. گفتم بچه ها فوری و فارس بازی دوست دارم، رفتیم ورزش. گفت خب این که بچه ها همش ورزش انتخاب میکنن. گفتم خب الان معلوم میشه. ساعت استراحت تموم شد شما با من بیایید بریم کلاس ببینیم. استراحت تموم شد رفتیم کلاس با این آقا. گفتم بعد بچه ها با برپا بلند شدن، گفتم بچه ایشون دوست من هستن،
و اومدن که امروز با شما اول پرسی یه اول پرسی مختصری انجام شد و گفتن بچه ها چی بخونیم؟ گفتن ریاضی. ایشون رفتن کلاس‌های دیگه بازدید، ساعت بعدی مجدد استراحت رو گفت که حالا بریم کلاس ببینیم چی. باز دوباره رفتیم سلام بچه‌ها چی بخونیم؟ فارسی. یعنی درس‌ها خودشون که گفتن من اینقدر درس‌ها رو زیبا درس میدم که همیشون علاقه نشون میدن. ساعت ورزش میره تخلیه میشه میاد دیگه اصلا حوصله نداره بره ورزش، چون درس‌های دیگه هم براشون جذاب. خب این هم یه مطلب. در درس نگارش پای اول، خب همکارای گرامی ببینید بعض هم معلم‌ها یا اولیا میگن که مثلا این حرکت همون بعدن ببینید مثلا میگن این حرکت از بالا به پایین همون آ هست. نه، اینا خود مؤلفین هم میگن تو کتاب نگارش این پانویس نگاره ها هیچی نیست. این فقط میخوام من بچه دستش از بالا به پایین بتونه صاف حرکت کنه. این من میخوام بچه دست این حرکت را بیاموزه. ببینید پس فعلا شما رو حرکت دست کار دارید. خب همکارای گرامی بچه ها تو نگارش معمولا 4 خط گذاشته. اولا که رو هر سطری بگید با فاصله بنویسه، روی سطر 4 تا بنویسه، 5 تا بنویسه. چرا تو هم خودش هم از این بی‌نظمی برش میاد. با 4 تا 5 تا بنویسه. 2 اگه تو 2 تا سطر زیبا نوشت اون 2 سطر ننویسه، خستش نکنید یا ترکیبی کار کنید. مثلا چجوری؟ ببینید مثلا این نشانه یا این حرکت را شما یاد دارید که بچه دست اینجوری حرکت کنه. خب این حرکت هم یاد دارید، هر دو هم خوب انجام میده. میگیم حالا این 2 سطر پایینی را شما این کارو بکن، این حرکت انجام بده. بعدن میبینید که چقدر این بچه تو نوشتن زیباتر بنویسه و راحت‌تر. یا مثلا ببینید این حرکت را تو نگارش آموخته. خب تو این حرکت ها حرکت دست اینو بلده، اینم بلده. حالا بهش بگو اینجوری بنویس، هم نو میشه تو نگارش. خانم بالای طوری من ازم بدون شما اینجوری یکی اولی براش بریز تا حرکت دست تا ببینه، بره رو حرکت دست صفحه نگارش رو تکمیل کنه. حرکت ترکیبی درست کنید. دقیق فهمودید؟ این حرکت مثلا تو حرکت های نگاره ها اگر نیست خودتون ابداع کنید، چون به این حرکت هم احتیاج دارید بعدا که دست بچه اینجوری بتونه کار کنه. دقیق فرمودید؟ خب پس این حرکت های ترکیبی خیلی چیز جالبیه. من تجربه کردم با دانش آموز، دیدم که خیلی خوب میتونه و بعدها تو خوشنویسیش خیلی اینکه بعدها بارا بدون اینکه دستشا برداره بارا می نویسه. ببینید این هم زیباتر میشه. حتی خود من و شما اگر بخوایم یکی یکی بنویسیم مقطع زیبا نمی نویسیم. اینه که ما دستمون رو بر نمیداریم، خطمون زیبا تر میشه. خب این هم مطلب بعدی. از نگاره 5 یا 6 شروع کنید هم آغاز هم پایان کار کنید. هم آغاز حالا معلم 4 شاید هم اینجا بگی که این به درد من امروز عمرم هدر رفت. خانم شما وقتی میخواید قافیه رو به بچه یاد بدی به یک کلمه من میگن تو یک کلمه به آخرش همین باشی. این معلم 4 رو هم حتی میتونه امروز استفاده کنه. من امسال واقعا یه جوری شد که یعنی خیلی سالی هست بچه ها میگن که بیایید وبلاگ درست کنید و بفرستید مطالب، ولی امسال دلم اومد که بدرم مطالب را، چون حیفه اقلا همه بدونن انشاءالله تو سراسر کشور معلم ها بگیرن مطالب را و شما پیچ منو بدید به معلم های دیگه. حالا مثلا خانم ماضی ها من دیشب زنگ دارم که مدرسه‌تون اجازه میدید من بیام تو مدرسه‌تون و یه خورده میخوایم طبیعی تر باشه. گفتم بله من معلم ها من میگم بیان و اگر خب پس هم آغاز هم پایان
همکارای گرامی، تجربه به من میگه که بچه‌ها همپایان را بهتر یاد میگیرن. همپایان. ببین پس شما اول همپایان را یاد بده. اینا رو تجربه هم میگم ها. مثلا بگید ببین آهو کاهو کجاشون مثل همه؟ میگه آخراشون. خب کم کم وقتی خوب میتونن بگن آخراشون مثل همه، چون آخرم درسته و آخر یعنی دیگر، آخر یعنی انتها. آخر، صدا آخر مثل همه، فوراً بگو چی شنیدی. همکارایی که تو پای اول تو نگاره ها این فعالیت ها را جدی بگیرن، تو زبان آموزی تو نگارش راحت میشن. یعنی آب را راحت تر تدریس میکنن، باد را، و بعد نوشتن بچه‌هاشون صدا کشیشون راحت تره. خب بعد وقتی رو همپایان ها تسلط پیدا کردن، برید هم آغاز ها را بگید. هم آغاز ها را از هم آغاز سوال کنید. آب، آهو کجاشون مثل همه؟ میگه اولاشون. بعد بگید چی شنیدید تا بگید شنیدم. ببینید شما باید معلم کلاس ابتدایی کودکی را که داره باش کار بکنه را ویژگی‌هاش روانشناسیشو بدونه. ببین این بچه ها وقتی شما بهشون میگید که باد چند تا صدا داره، میگه صدا باد. برای ما باد 3 تا صدا میده، برای اون میگه باد، یه صدا باد. پس شما باید ذهن اونا بخونید که ذهن اون چی توش میگذره و حالا بر اساس ذهنش مطلب براش طرح کنید. پس اینم که از نگار 56 شروع کنید. خود آقای دکتر سنگری که ما محضرشون بودیم میگفت نه اصلا نگید هم آغاز هم پا. گفتم دکتر من هم به معلمان میگم، هم تاکید میکنم، چون من نتیجه دیدم از این کار. و میگو اصفهانی تو هر جور دلت میخواد کار کن. جدا خوب، چون پیشنهادایی هم که میدادم مورد تاییدش بود. دقت فرمودید. حالا پس هم اگر یکی اومد یاد نگرفت، خب یاد نمیگیره، یه دانش آموزی اصلا نمیفهمه آخراشو مثل همه، شک کنید که این دانش آموز ممکنه اول و آخر رو اصلا ندونه یعنی چه. من خودم تو زرده شهر رفتم یه مدرسه بازدید، یه دفعه یه معلمی بچه ها پرت کرد تو دفتر و گفت که من نمیتونم اینا، تا میخواست حرفای بعدشم بزنید دید من نشستم. گفت که آقای وزیر این هیچ یاد نمیگه، نه هم پایان بلده نه هم آغاز. حالا اون کتاب قبلی خیلی تاکید رو هم آغاز هم پایان بود. گفتم آقا شما بفرمایید، شما معلوم شد که معلم خیلی خوبی هستی، بفرمایید تا من ببینم چی بشه. بچه رو گفتم عزیزم اینجای خود دلجویی ازش کردم و با خودم گفتم نکنه این اول و آخر رو اصلا نمیدونه. اومدم همکارایی که تو دفتر بودن، از مدیر، معاون، ناظر، خودم صف شدم، گفتم اولی کیه؟ دیدم نمیدونه. گفتم عزیزم آخری کیه؟ گفتم نمیدونه. گفتم مثلا اول آقای مدیره، آخر معاون. صفا هم زدیم. گفتم حالا اول کیه؟ گفت حالا اول مثلا فلانیه، آخرم فلانی. خوب که مفهوم جا افتاد. گفتم حالا کلمه میگم، گوش، موش کجاشون مثل همه؟ گفت آخرشون. گفتم چی میشنم؟ گوش. هر چی گفتیم از اول، از آغاز، هم پایان. به معلمش گفتم آقای فلانی بیا این امتحانش کن. هر چه گفت چی کار کردید؟ گفتم هیچ. حالا اگر بچه میدید هیچ میزنه شک کن که ممکنه اصلا آخر و اول را ندونه. کجاشون مثل آخر؟ شاید این مفهوم آخر را نمیدونه. اول اینو تست کن. با این حال اگر دیدید کسی خیلی قوی نیست، طوری نیست، نگران نباشید، برید رد شید، برید به حروف که میرسید اینم یاد میگیره. یعنی 100% کلاس هم آغاز هم پایان خوب بلد باشن تا من برم؟ نه. ببینید یه مسئله دیگه که جدول زمانبندی اول کتاب برای نگاره ها ماه مهر را قرار داده. خب بازم من خدمتتون میگم تجربه من میگه اگه تا 10 13 آبانم تو نگاره ها موندید نگران نباشید.
این جدول زمانبندی حدود کار شما را تعیین میکنه، محدوده را تعیین میکنه. حالا چند روز این برابر مهم نیست. درس‌های کتاب فارسی های دیگه تون هم اینجوریه ها. ببینید در همه فارسی های ما 17 تا درس داریم. معلم چهارم، معلم پنجم، معلم ششم. چرا اینقدر عجله میکنیم؟ 17 تا درس داری و 28 هفته مفید آموزشی. ما 28 هفته مفید آموزشی داریم. خب 28 هفته 17 تا درس، یعنی در 12 روز یه درس روش مطلب کن. اما ما همکارامون مطلب نداریم روی موضوعی، سری رد میشیم. این درس مگه چقدر؟ حالا من یکی 2-3 تا درس اگر توفیقی شد که باز بیام مدرسه شما، چون من این تصمیم دارم که تمام کتاب ابتدایی را تدریس کنم بذارم تو پیچم، گویا خبری در راه هست. بعد خب میذارم تدریس میکنم. حالا حضور شما بود بهتر. یه درس کلاس دوم میشکافم. ببینید واقعا تو درزا نمیتونید تدریسش کنید. این نکات توی درس مخفیه، باید گفته بشه. همکار پای دوم، متن کتاب فارسی دوم داستانیه و این خطرناکه. بچه ها حفظ میکنن، وقتی میخواید املا بگید از حفظ مینویسن، وقتی میخواید روخانی کنن از حفظ میخونن و اونجا شما باید حواستون تو درس‌ها باشه. خب اینم که گفتم خدمتتون. مطلب بعدی استاد معذرت شما بله. خیلی از استادایی که ما شرکت کردیم میگن ترکیب و صداکشی رو کار نکنیم. نظر شما چیه؟ ترکیب و صداکشی، ببینید این یه حرف خیلی بیجاییه. میدونید چرا؟ چونی که در کتاب نگارش شما ببینید گفتیم در کتاب خوانداری رویکرد کلیه. رویکرد کلی هم که گفتیم دو گروه هم میگن که زبان باید از اینا نظر روانشناسیشون رویکرد کلی ها چیه؟ رویکرد کلی ها نظر روانشناسیشون اینه که انسان وقتی یک پدیده را میبینه اول کل اونا میبینه، بعد از کل به جز میبینه. گشتالت گشتالتی ها اینا میگن. خب میگه وقتی دوچرخه شد دوچرخه کلیش تو ذهن شما میاد، بعد یه آشار میفهمی که بدنه داره، تنه داره، نمیدونم اسپوک داره، نمیدونم فلان زنجیر لا. میگن پس زبانم اول کلشو بچه ها میگه. میگه خب حالا آموزش زبان از بزرگترین جزش باید شروع بشه. اینا میگن کلیا، رویکرد کلیا. یه عده‌شون میگن بزرگترین واحد زبان چیه؟ جمله است. میگن برای همه گفتم تو نگاره ها از جمله از بچه ها بخواید، چون تو کتاب خوانداری رویکرد کلیه. این کتاب خوانداری چهارم این رویکردش کلیه. خانم معلم حواست باشه که رویکرد کلی بر این کتاب حاکمه. یعنی شما باید جمله محور و کلمه محور. یه عده دیگه از این رویکرد کلی ها میگن نه، بزرگترین واحد زبان کلمه است که آموزش از آن باید شروع شد. به اینا میگن کلمه محور، به اونا میگن جمله محور. اما سوال شما تو کتاب خوانداری یا نگارش رویکرد چیه؟ تحلیلیه. رویکرد عوض شد. رویکرد تحلیلی چی میگه؟ رویکرد تحلیلی میگن که انسان ها وقتی با یه پدیده اول اجزا را یاد میگیرن، از جز به کل میرسن. پاولوف رفتارگراها. خب تو این رویکرد زبان آموزش چی میشه؟ میگه پس آموزش زبان را از کوچکترین واحد آن شروع کن درس بده. ببین شما میخوای زبان آموزی یاد بدید، تو رویکرد تحلیلی میگه از کوچکترین واحد. حالا اینا تو کوچکترین واحد 2-3 گروه میشن. یه عده میگن کوچکترین واحد حرفه، یه عدهشون میگن هجا بخشه، یه عده میگن آواز صداست، برای میگن آوا محور، هجا محور، حرف محور. خب پس شیوه تدریس اینا چی میشه؟ صداکشی و بخش. هر کی بهتون میگه بگو مگه رویکرد کلی نیست؟ رویکرد کلی مگه حرف محور، صدا محور، هجا محور نیستن؟ مگه شیوه آموزش اینا نمیگن بخش کردن و صداکشی؟
اما ببینید خانم معلم، این که همکاران ما بعضی وقتا چیز غلط متوجه میشن. من که کلاس اول بودم یادم معلم اینجوری از ما میخواست، اینا دیگه نمیخوان. ببینید اینا نمیخوان. معلم کلاس اول به من گفت باران وقت شد، من گفتم باران. بعد گفت که چند وقت شد، گفتم 2 وقت. گفت چرا 2 وقت؟ گفتم چون 2 بار دستمو تکوندم، در حالی که 2 بار دستمو تکون ندادم، 1 بار دستمو تکوندم، 2 تا دست. بعد گفتن نه، بگو باران. خب چند بخش؟ 2 بخش. چرا؟ چون 2 بار دستمو تکون دادم. خب بخش اول چی بود؟ میگفتم با. میگفت صدای با رو بکش، من گفتم آ. خب بخش دوم چی بود؟ ران. صدا چی بود؟ آن. ببین میگن این کارا دیگه نکنید، چه وقت گیره. میگه شما اگه بچه میتونه بگه ببینید خانم باد، خوبه، عالیه. بچه نمیتونه بگه اشکال نداره. من الان تو درمان اینا که میارن پیش من اختلال خواندنن و درمانشون کنم، شما باور میکنید که بیش از 90% مشکلشون تو تدریسه. یعنی من اون مبحثم که درس میدم بچه یاد بگیره. کلاس 8می آوردن اختلال خواندنیه، من درمانش کردم چون معلم اولش را خوب تدریس نکرد. پس اختلال خواندن ها اگر خیلیش الان متاسفانه تدریس معلمه. بچه بوده که چقدر پیش دکتر فلانی رفته و بعد آوردن پیش من، وقتی دیدم که خب دکتر فلانی تا گفتن این اختلالیه داره رو اختلال، من تدریس میکردم مبحثا. بله، نه این که میگم بخش و صداکشی یا ترکیب چیز نکنید. و اتفاقا این بخش و صداکشی خب، اما تو بخش خوانداری همکارای گرامی، بخش خوانداری که بچه کلاس اولی را وادار به خواندن کنید بتواند بخواند، اگر ترکیب را ندونی اصلا محاله که بتونه بخونه. ببینید میگه چیه؟ چی نوشته؟ حالا شد چی گذاشتم؟ حالا با هم میشه دا. با آ دا میشه، ر با آ را میشه، با آ سا میشه. اینا حتما باید بدونه. حالا من وقتی مبحث تدریس ها رو شروع کردم، رو 3 تا درس که میدم و کلمه سازی بهتون یاد میدم، چون معلم اول کار معلم اول کلمه سازیه. ببین آموزش کلمه سازی به بچه هاست. وقت معلم های اول مندم خیلی زحمت میکرد جمله سازی به بچه ها یاد میدن. جمله مال کار معلم دومه. چرا معلم های اول میرن سراغ جمله سازی؟ چون کلمه سازی رو بلد نیستن، یه روش بیشتر بلد نیستن. خب مثلا با کلمه بگو عزیزم، میگه سارا. خب همین روش دیگه معلم بیشتر بلد نیست، در حالی که کلمه سازی 10-15 روش داره. اگه معلم تسلط داشته باشه هم کلاسش شاد میشه هم. حالا من تو بحث کلمه سازی باتون کار میکنم میشن. خب شما میتونید تو هم آغاز و هم پایان شما یک کلمه بگید و شاگردتون یک کلمه بگید که آخرش مثل این باشه. شما بگید من یک کلمه میگم، شما یک کلمه بگید اولش مثل کلمه من باشه. اینا هم ارزشیابیش و تست بچه ها. حالا شاگرد خصوص که میگیرید هم همینا. میگم من خب الان دانش آموزه که مشکل دارن یا خصوص میان همه میان خونم، بچه هم شاهدن که من خیلی مبحثا رو دوباره تدریس میکنم چون میدونم معلم غلط تدریس کرده و درمان میشم. خب اینم که خدمتتون گفتم که اگر شما ببینید حتی مدرسه حتی نگاره نبود، خب نگاره رو نداشتن، کتاب که دارن و اومدی مثلا یه جای رفتید که کتاب نبود، خوبه به محیط اطراف توجهشون رو جلب کنید. به محیط اطراف توجهشون رو جلب کنید. چرا؟ چون شما در خوانداری هدفتون تقویت مهارت سخن گفتن و گوش دادنه. شما اونو میخواید، شما که این تصویر رو نمیخواید تدریس کنید. تو نگاره ها و همه درس ها و همه پایه ها
همکارای گرامی از مسائل خانوادگی بچه ها سوال نکنید، به ما ربطی نداره. اینجا خانواده است. خب مثلا میگه که حالا به خانه ما خوش آمده. عنوان نگاری را که خوندید، خونه شما چه شکلیه؟ چه جوریه؟ ما بابامون با ما نیست، کجاست؟ ببین ریز نشید تو زندگی مردم، فرداش براتون درد سر میشه. ما یک روستای خدمت میکردیم، خب اینا اصلا آقایونشون بیرون بودن، یعنی دنبال کار طلافروشی بودن و اینا. اکثر خانواده آقاشون نبودن. یکی از همکارا ما به یه دانش آموز گفت که فردا به مامانت میگی بیاد که خب مشکلات درسی رو بهش بگه. ما حالا چی؟ معلم با این پیش‌فرض که بابای این بچه روستا نیست. فردا دیدیم یه آقای سیویل در رفته اومد، چی با خانم من کار داشته؟ گفتیم آقا نه ما هیچی، ما اصلا با خانم کسی کار نداشتیم، ما درس بچه به اون طرف بودیم. بابا یک کلمه به یکی از اولیات بگو بیاد. دقیقا همون نامه که یکی از اولیاتون بیاد، فرق نمیکنه چه آقا بیاد چه خانم، حساس نباید. یعنی اینا نکته‌های ریز معلمیه که براتون دردسر ایجاد نکنه. از خانواده سوال نکنید. فردا میگید آقا شما این سوال از بچه من پرسید، خانم به شما چه ربطی داره که خانواده شما چند نفر است، چجوری باید؟ نه، شما اینا از سوال کن، این تصویرات این نبود، از این سوال کن، چون هدف شما مهارت سخن گفتن و گوش دادنه، خوب دیدن. خب پس این کارت کلمای پایین آیا باید همین عیناً اینا باشه؟ نه، شما میتونید کارت کلمای دیگه بذارید به شرطی که کلمه قابل لمس کردن باشه. بچه همون تو مرحله تفکر چی هن؟ عینی هن. یعنی چیزایی را قبول میکنن که با حواس پنجگانه بشه درکش کرد. خدا را نمیشه. مثلا کلمه شما مثلا تصویر نمیتونه هوا بیاری اینجا، هوا را نمیشه آورد، ولی مثلا این مادر، امین، آزاده، حالا شبیه به اینا میتونی بیارید. تصویر پدره، تصویر مادر. و گفتم یه وقت یه بچه میپرسه خب خانم اون پایینم نوشته آزاده، بله پایینم نوشته، ولی تاکیدتون بر خواندن تصویر هست. و در فعالیت‌های دیگه‌ای که تو کتاب خوانداری هست بازم همه تاکید داره بر سخن گفتن و گوش کردن. ببین تصاویرش رو من داشتم براتون بگم، تصاویری که در ببین و بگو میان خب غالباً به هم مربوطن، همه باید از راست به چپ خونده بشن. اگر بچه یک شکل داستانی داد به اینا خیلی عالیه. معلمی میتونه به بچهای گروه بگه که این گروه تصویر اولا ببینن، این گروه تصویر دوم، این گروه تصویر سوم، این گروه تصویر چهارم، گروه بعدی تصویر اول. بعد هم گروهایی که تصویر اول داشتن نظر بدن، اونا درباره تصویر دوم نظر بدن، اونا درباره تصویر سوم، تصویر چهارم، تا داستان تصویر رو کامل کنن. دقیقا فهمونید؟ گوش کن و بگوها مهارت تقویت مهارت گوش دادن و سخن گفتن. حالا حتما سوالا نباید اینا باشه، خیر. شما از سوال اطراف محیط سوال کن، شما از اطراف سوال کن. خب و یا از زندگی روزمره شون، نه خانواده شون، زندگی روزمره شون سوال کن. شعرهایی که توی کتاب دوره ابتدایی میان جنبه لذت بردنش رو در نظر بگیر، به خصوص کلاس اول. هر وقت خسته شدن یه ریتم آهنگین بچه ها رو میز میزنن، بزنن، برقصن، اشکال نداره که. شما آهنگین میخونی و یه دو تا بچه دید آهنگ زدن رو میز میرقصن، بذار برقصن، بذار بخونن، بذار شادی کنن. کلاسای ما سراپا غمه. ما یه دیدگاهی تو روانشناسی داشتیم که وقتی تو آموزش پرورش داشتیم که وقتی مطرح میکردیم متهممون میکردن. مثلا من میگفتم معلم کلاس اولی باید روسریش صورتی باشه،
چون بچه ها صورتی دوست می‌دارن. چرا باید معلم سر تا پا مشکی باشه؟ این خیلی وحشتناکه. باید ظاهر معلم ظاهری شاداب باشه. خب ولی حالا که این ارزشه که سر تا پا مشکی. پس شعرها را هر وقت دیدید خسته شدن باز میتونید اینا آهنگین بخونید، دست بزنن، شادی کنن، چون در محیط های شادی و نشاط بچه ها چیز یاد میگیرن. در محیط هایی که ترس وجود داره یاد نمیگیرن. اگر من به شما بگم که قبل از اومدن شما ما اینجا 2 موش دیدیم یا 2 مار دیدیم، شما مگه دیگه به من گوش میدید؟ دیدید؟ نه اصلا کلا حواستون دیگه ماره اینجا نباشه. خب پس محیط ترس آور. اگر این کار را نکنی خدا فلانت میکنه. تو دست از خدا میترسونی بچه، به طرف خدا نمیره. خدا میترس نمیره طرف. که قفل ما خیلی مسائل کتابامون تربیتمون ایراد داره که حالا خب اینم از این مسئله بفهمه. مثلا واسه بچه‌ای که کلاس 4 و 5 این روشی که میگیم مثلا موضوع براشون بخونین وقتی بله اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. حالا من دیدم که تو کتاب‌های 4 و 5 قبلا که اینجور نبود، جدیداً اینجور اضافه کردن که مثلا بخوانید و حفظ کنید. قبلا اصلا خود دکتر میگفت که ما شعر را آوردیم به خاطر که قسمت عظیمی از فرهنگ ما کتاب نظمه، مثل شاهنامه، حافظ، سعدی اینا، و بچه ها باید با از نظم هم لذت ببرن. ولی حفظشان تاکید نداشتن. حالا نوشتن حفظم بکنین. اگه دانش آموزی هم حفظ نکرد توبیخش نکنید، چون از قسمت اعظمی از ادبیاتمون زده میشه. بذارید همین روخانی زیبا که میکنه خوبه. الان من خودم میگم حافظ قرآن دیگه نیاز نیست. نیازه به نظر شما؟ حالا که صنعت چاپ این قضیه شده که هر روز قرآن چاپ میکنن، دیگه حافظ قرآن میخواد چیکار کنه؟ قرآن باید ما را حفظ کنه. حالا ببین این صحبت من الان سراسر کشور میشه وقتی تو پی. ولی من میگم قرآن باید منو حفظ کنه، نه من قرآن حفظ کنم. قرآن میگه غیبت نکن، دروغ نکن، به پدر مادر نیکی کن. و من وقتی اینا رو انجام نمیدم. خب اینم یه مسئله دیگه. گفتم 4 حرکت. یه چیز معلومه متهم پای اول. اگر بچه ها تو این حرکت های دست، تو این حرکت مثلا بعد نوشت، نذار پاک کنه. من خودم معلم اول که بودم پاک کن و مداد تراش از بچه ها گرفته بودم، چون دائم مسئول تراشیدن بودن یا پاک کردن. وقتی بعد می نوشتن می گفتم از دست نزن، بغلش یه قشنگتر بنویس، بغلش یه قشنگتر بنویس، بغلش یه قشنگتر بنویس. و وقتی سیر پیشرفت خودش رو تو همون یه سطر میدید تشویق میشه. هم وقتی کلاسش نمیکشت، هم که بغلش زیباتر بنویس. دقیقا فرمودید؟ بهش پاک نکن، بغلی رو زیباتر بنویس. اینا چیزایی که تجربه ما دیدیم، نتیجه گرفتیم، به شما منتقل میکنیم. میتونم این سوال بپرسم؟ بفرمایید. اینکه میگن توی فارسی خوانداری هیچ چیز ننویسیم، حاضر کلمه. آره ببینید این داریم. در کتاب خوانداری فعالیت نوشتاری نداریم اصلا. حالا شما مثلا یه درس رو میگید که مثلا کلماتی که ارزش املایی دارن و یه جوری میخوای مشخص کنی ها. حالا مثلا میشه بهش یه نقطه بذار زیر اینا، ولی هایلایت نکشن. مثلا چون همه کتاب هایلایت میکنن. دقیقا فرمودید؟ آره. بعضی از سوالام مثلا گفتن برمیگردیم عقب دوره کنی، شاید مثلا فکر دانش آموز تو اون لحظه که تدریس می‌کردیم یه چیزی بوده، مثلا یه هفته بعد یه چیز دیگه است. اینجوری اجازه فکر کردن از دانش آموز نمیگیریم. مثلا وادار میشه هر بار یه فکر جدید و نو در مورد سوال. ببینید شما، من خدمتتون عرض کردم وقتی توجه بچه رو به یه تصویری، یه مطلبی یا یه سوالی رو داشتیم تو همه درس‌ها، بچه جواب میده، یه جواب میبینید که جواب انگار خیلی بی‌ربطه. خب بگید که چی شد که این به نظر شما رسید؟ منظورت چیه؟
منظورتون رو توضیح بدید. یا میبینی که اصلا بچه وقتی توضیح داد شما میبینی چه دنیایی بود و من داشتم اشتباه تفکر میکردم. بله ببینید تو خوانداری مثلا فعالیت شما میخواید بچه‌ها کلماتی که مثلا مهمن یا ارزش املایی دارن تو این متن پیدا کنن. خب فعالیت‌های متنوع بدید. مثلا بچه‌ها امشب این صفحه فقط صفحه مثلا 25 را بخونید. تو این صفحه کلماتی که هیچ کدوم از حروفشون به هم نچسبیدن رو بنویسید. ببینید یا کلماتی که یه نقطه داره رو بنویسید. ببینید این بچه با هدف میره سراغ کتاب، با انگیزه میره. کم هم هست. اما تکالیفی که معمولا آخر زنگ ها داده میشه توسط معلمین تعیین میشه، همه که املا شود درس مثلا 5 بنویسید 10 خط. این بدترین نوع تکلیفه. چرا؟ چون بچه‌ای که همه املاش 20 چرا باید شبیه املا بنویسه؟ چرا؟ چون معلم فعالیت بلد نیست بده. بچه‌ای که هرچی تمرین ریاضی بهش حل بدی شب حل میکنه، درست هم حل میکنه. چرا شب باید 2 تا مسئله حل کنی، 5 تا مسئله؟ خانم آموزگار، این دانش آموز کم کم از درس تو مشق تو خودت زده میشه. بیا تکالیفی بدی که با این ذهن این بچه تواناییش یه وقت یه بچه تکالیف سخت‌تر میخواد. میدونین؟ بچه که عالیه تکلیف سخت‌تر بهش بده تا استعدادش شکوفا بشه. ولی تکلیف‌های 1 سال به همین کلاس دادن جزو بدترین نوع تکالیفی که معلم ممکنه بتونه بده. شما وقتی باید تکلیف بدید از خودتون سوال کنید من میخوام چیکار کنم با این تکلیف؟ میخوام رفتاری را اصلاح کنم، چیزی را یاد بدم یا توسعه بدم رفتاری را در نزد بچه. ببینید این خانم چرا این تکلیف ها باید دریافت کنه و انجام بده؟ این خانم چرا این تکلیف ها؟ ببینید همکارای پای 3 و 4 و 5 و دوم دانش آموزی که مثلا جمع با انتقال اینا بلد نیست، خب چرا بهش میگی شب 10 تا جمع 3 رقمی بنویس؟ خب هر 10 تا رو غلط انجام میدی. اصلا به این بگو هیچ کاری نکن. تقریبا فوشمون که خونه نداری، گور مرده هامون که راحت باشه دی. من خودم چند وقت پیش خود اومده بودن که آسانسور خونه رو درست کنن. شاید 2 تا شاگردام کمکی اوستا بودن. یه دفعه منو شناختن اینا. بدم که این 2 تا دارن به اوستاشون میگن این معلمی بود که تکلیف نمیداد. تکلیف نگفت. وقتی اومدم برای پذیرایی بردم گفت شما واقعا تکلیف نمیدادی؟ گفتم نه. من تو کلاس وقتی یاد میگرفتن چه تکلیفی بهشون بدم؟ وقتی اینا هم استعداد نابغه‌ای هم نبودن که خیلی سوالی سخت‌تر بدم برم خونه حل کنم. رفهمون. ولی دانش آموزی که همکار گرامی، دانش آموزی که بی توجه به تکالیفتون یکی از دلایلش ممکن باشه که خیلی باهوش باشه. این تکالیف ها حد خودش نبینه، اصلا زیر بارش نبره. دقت کردید؟ من خودم دانش آموز داشتم تکالیف هرچی از ریاضی بهش میدادم انجام نمیداد، هرچی هم ریاضی ازش میپرسیدم بلد بود. مادرشون هم فوق لیسانس ریاضی بود. خب مدیر پیش دانشگاهی اون شهری که من توش خدمت میکردم بودم. یک روز با خودم گفتم نکنه این نوید تکالیف سخت بخواد، این نکنه از بقیه سره، چون که من وقتی میپرسن که بلده. چیکار کردم؟ اومدم 4-5 تا مسئله سخت خونه طراحی کردم و فردا که تکلیف کردم برای بقیه گفتم نوید شما اینا رو انجام بده. اینا رو نگاش کرد و زنگ به خونه و رفتن. فردا صبح مادرش من گفت آقای ملک از این تکلیفی که به نوید دادید من اومدم که ازتون تشکر کنم. گفتم چی شد؟ گفت که با یک شادی اومد خونه گفت معلم امروز 2 تا تمرین حسابی داد و با عجله کفشش رو کند اومد و تا مسئله رو حل نکرد نهارش هم نخورد.
من تشکر رفتم کلاس، گفتم نوید تکالیفتو بده. نوید تکالیف نویده که چقدر زیبا قشنگ مرتب اینا رو حل کردیم. از اون روز فهمیدیم نوید تکلیف سخت میخواد. نوید از کلاس سره، الان هم شریف میخوره داریم. دقیق کردیم؟ اینا رو دریابید تو کلاس ها، بی توجهی به تکلیف ها یکی از نشونه تیزوش هاست. حالا مثل اون بابا نشه که سمینار خلاقیت موضوع خلاقیت میگفتن، یکی گفت که خلاقا هنوز همشون شناخته نشده. 2 خلاقیت بعد 40 سال هم ظاهر میشه. 3 خلاقها دوره ابتدایی حتی رفوزگی هم داشتن. یکی از وسط جمع بلند میشه جیغ داد هوا میگه چی شد؟ میگه من هر 3 تا نشونه را من داشتم. حالا اونم حواستون باشه یه شاگرم از تنبلی مشق نمیرسه، ولی همونما بچه ها اگر میخواید تکالیف رو بنویسن بهشون بگید که اگر این تکلیف رو انجام دادید این توانایی درتون به وجود میاد. بچه ها هدف ها بدونن که چرا دارن تکلیف انجام میدن. ببین اسم تکلیف هم یه بار منفی داره، درسته؟ الان اسمش رو گذاشتن تمرین های یادگیری. تکلیف چون بار منفی داره میگه نگید تمرین های یادگیری بچه ها این تمرین ها رو انجام بدید تا انشالله مطلب. خب این مطلب عمومی بود که راجبه چیز کتاب فارسی. من تو پایه های بالاتر ترادف، تضاد اینا به شدت پیدا میکنه، اینا رو براتون میگم جلسات آینده. و همچنین آموزش چند تا نشانه های کلاس اول که خیلی تدریسش ضروریه براتون میگم. راه های کلمه سازی اینا. حالا یکی 2 روش کلمه سازی رو امروز بگم که شما اول مهر هم حالا تو پایه های بالاتر هم اگه این بچه‌تون گیر خواندنی دارن با اینجوری درمان شد. ببین همکار مثلا چند تا نشانه رو تو کلاس اول درس داده، بعد مثلا این کلمه رو برای کلاسش می‌نویسه، میخونن رود. خب رود، یا خودتون میگید بنویسید رود، می‌نویسن رود. بعد کلمه بعدی رو نگید بنویسید بچه‌ها دود، چون فایده نداره. بهش بگید اگه حرف اول رو وردار یه حرف دیگه بذار، یا نشونه اول رو وردار یه نشونه دیگه بذار. ببین اینجا حالا تفکر میاد وسط. اگر نه رود را که نوشت هیچ کاری نکرده، دودم که نوشت هیچ کاری نکرده. ولی اینجا ببین باید جدول حروف الفبا معلم اول باید به محضی که درس آوا تدریس کنه جدول حروف الفبا را رو تابلو کلاسش رو تو محل دید بچه‌ها، جلوی دید بچه‌ها داشته باشه و آ را منتقل کنه اونجا. خب ببین حالا رو بعد مثلا بچه‌ها اگه اولاش نمیتونن شما بگو د بذارید به جای د بذارید، میگن دود. حالا میگن حالا یه نشونه دیگه بذار، دیگه س بذارید. بچه س بذارید بنویسید ببینم. ببینید این بهش میگن کلمه ساز، به این میگن کلمه ساز. خب حالا اینجا خانم معلم اومد که حرف اول رو عوض کن، یه تمرین دیگه میده مثلا توت، میگه بنویسید بچه توت. خب توت. حالا معلم نمیخواد بهش بگی حالا بنویس تور، حالا بهش بگو حرف آخر رو عوض کن، نشانه آخر رو عوض کن. به این کلمه سازی اون فعالیت ذهنی میکنه خدا چی بذارم چی بذارم. اگر کلمه بی معنی هم به شما گفت قبول کنید، قبول کنید. بی معنی هم باشه درسته، ولی درست باشه. پس این 2 تا روش کلمه سازی که بچه کار میکنید. حالا ببینید مثلا شما همکار محترم اومده کلمه دود را داده، این دیگه ببینید نبوغ خودتونه. به دانش آموزی میگید حرف وسط رو عوض کن، حرف وسط رو عوض کن. حالا کافیه که چی آ بذاره، چی؟ داد. این بهتر از موقعیه که شما بگید بنویس داد. همکار محترم پای اول،
خدا وکیلی ادبیات فارسی این فردوسی را تو گور نلرزونید. باد نمیاد، باد میوزد. حالا هنوز میوزد نخوندید، نگو باد میآید و باد آمد. نگو، اینم نگو، املا نگو، طوری نیست. باران میبارد، میبارد. اینا را از اول زبان خودمون را نگوداشت کنیم. دقیق فرمودید؟ از همون کلاس اول معلمان محترم اول بهتون بگم که هرچی اختلال خواندن است مقصر شمایید. نه جدی میگم ببین این صدا من الان دارم ساعت 4 روز دیگه تو کشور پخشه. دارم با جرأت میخوام، شاید خود آقای دکتر سنگرچوب که خیلی هم منو میشناسه بشنوه اینا، ببینه اختلال خواندن بنیانگذارش معلم اوله. و اگر بدفرد کودکی دانش آموزی اختلال خواندنی شد، درمان قطعی ندارد. میدونید چرا؟ چون اختلال خواندن 67 نوع که 3 4 5 نوعش خود من و شما هم داریم. برای نمونه ببینید، برای نمونه من الان یه اختلال خواندنی انجام میدم، ببینید از شما متوجه شید. البته چون کتاب پیشتون نیست حق دارید انجام متوجه نشید. اندک اندک همه آمدن و با کوشش هماهنگ مدرسه در صفهای منظم به طرف محل حضور آقا به راه افتادیم. 3 تا اختلال خواندن تو افتای من بود. آفرین، آفرین. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. مکس نکردم. این اختلال خواندن. اندک اندک همه آمدن و با کوشش هماهنگ مدرسه در صفهای منظم به طرف محل حضور آقا به راه افتاد. ببینید یعنی مکس نکردی اختلال خواندنی است. پس برای همین میگم 100% ولی میشه کاری کرد که مثلا با رضایت بخونن، اگر متن فارسی را قابل قبول بخونن میشه. من بچه کلاس 8 امسال 2 تا درمان کردم، اختلال خواندنی بودن 2 تا 8 و معلمای اول اگر این کارو بکنید در اختلالی نمیشن به هیچ عنوان شاگردات. اگر دانش آموز اختلال خواندنی به طورتون خورد اینجوری درمانش کنید. پایش مهم نیست. بله من حتی اون 8 که اومده خونه همینجوری باش کار میکردم. کلمه میدادم حرف اول عوض کن، کلمه میدادم. ببینید نقش معلم چقدر مهمه. معلم کلاس اول خواهش میکنم تلفظا را درست انجام بده. ببین این تلفظ اینو اصلا نمیشه تلفظ کرد. دیگه گفتید با این گفتید، با کسره گفتید، این اصلا تلفظ پذیر نیست. ببینید تلفظ این چجوریه؟ یه طناب، یه 2 تا چوب، یه طناب به اینا ببرید، شل بندازید، بکشید. اون صدایی که ایجاد میکنه این صداست. هر جوری بگیم میگیم به قول فرمایش خانم، من میگم به. حالا خانم معلم گفته بود 3 غیر آخر 3 آخر. چه مشکلی ایجاد کرده بود؟ شاگردش که آوردن من درمانش کنم این کلمه را میخون 3 آرا 3 آرا، چون معلمش گفته 3. خب وقتی من نشانه رو دوباره گفتم تلفظ صحیح گفتم درمان شد. مادری که یه جلسه با زور آورده بود و خیلی از دلتون بالاست خودش بود فرا پسران میاره شاه، چون تو همون جلسه اول درمانش کرده وقتی تلفظا درست شد اصلا مگه اینکه دوباره یادش اومد که معلمش گفته مثلا اینا بهش گفته ته، حالا تو تا میگفت توت. آره اینا دقت بفرمایید که تلفظ شما خیلی مهمه. خب پس ببینید این 3 تا الان راه درمان اختلال یادگیری شما یاد گرفتید. یکی این که حرف اول عوض کنه، یکی هر نشانه آخر عوض کنه، نشانه وسط را تغییر بده. اینا من معلم محترم 4-5 تا نشانه یاد دادی ها.
نمیخواد هر چی کلمه. من دیدم معلم ها وقتی را تدریس کردن میگن سمبوسه، سمنو، نمیدونم فلان، چی کار داره سمبوسه؟ نمیدونم سمبوسه چیه، اصلا لزومی هم نداره بنویسه. همین کارا کلمه ساده اینجوری یادش بده. مثلا ببین معلمی می‌نویسه سیر، خب هم وقتی مثلا ای را تدریس کرد سیر، خب حالا میگه به جای حرف اول ش بذار، نویسه چی؟ شیر. بهتر از اونه که میگه خب حالا بنویسه شیر بچه ها. بعد اینو بردار مه بذار، میشه میر. تو ای بچه هاتون خیلی مشکل دارن. چرا؟ چون معلم اول میاد 4 نشانه ای، البته آقای دکتر ببخشید ما رو میشنن، این 2 تا ای ما بیشتر نداریم ما. این 4 نشانه رو که آقای دکتر آورده تو کتاب، این 4 نشانه ای رو یه روز درس میدن. این بزرگترین اشتباه معلم اول باید این 2 نشانه رو یه بار درس بده، کاری هم به کتاب نداشته باشه، نشانه بعدی را 2-3 روز بعدی بعد به سراغ کتاب. اما برای ببینید حالا برای تثبیت بچه ها میخونن چی؟ مین. میگیم حالا زی بذار اولش میشه چی؟ زمین. حالا یه سرم اولش بذار میشه چی؟ سرزمین. ببین چقدر قشنگ من وادارش میکنم به تفکر. یه زی بذاره میشه زمین. حالا نه معلم میخواد بگه بذار میگه امین. خب حالا میگه ری بذار میگه رامین. حالا نه مثلا اینجا مثلا زمین، حالا ازم سر بذار سرزمین. بچه اصلا مادرش دهنش شما مونده بودین که همونی که ساعت پیشتون آوردم. چرا؟ چون راهش این کلمه ای را اینقدر با اینجوری میشه زیبا برای بچه ها جا انداخت که بهترین روش. من خودم هم اینا امسال کشف کردم که با این کار ای بهتر درک میشه برای بچه. یعنی قشنگ معلم اگه هر سال باید چیز نو بیاره. اگر خانم سلوی رو که میشناسمشون امسال هم مثل پارسال درس بده کاری نکرد، ولی اگه امسال تجربه پارسالش رو به کار گرفت، امسال یه روش نوین، یک راهی که بچه ها راحت تر یاد بگیرن. ببینید به من میگن که آقای مندکی بهترین روش تدریس چیه؟ چون من اون باید فعال تدریس هم تدریس میکنم، فنون معلمی هم تدریس میکنم، سنجش و اندازه‌گیری هم تدریس میکنم. خب میگم بهترین روش تدریسی که دانش آموز از یادگیری لذت ببره، سریعتر یاد بگیره، آسونتر یاد بگیره. این بهترین روش تدریسی هر چی بخواد بشه. بچه از یادگیری لذت ببره، سریع، آسون. خب ایشالا موفق باشید. خیلی ممنون. حالا جلسات بعدی خدمتتون باشید. سوالتون رو بگید تا ضبط بشه جواب سوالتون رو بدم. مثلا کلمه مین که شما میگید من مینویسم میگم ابتدای اون زیر رو اضافه بکنید، یکی یکی این کلمات رو برای دانش آموزانی که بستری هستن روی تخته بنویسن که بدونه چی شده. آره طوری، اگه مثلا خصوصیه که خودش ببین، اگه عمومی هستن بعد مین داده بشید حسن خود مین درست. و حسن جان یه حرف بهش اضافه کن، مثلا ز بمیشه چه؟ زمین. خب حالا دوباره مین رو می نویسید، اکبر شما یه حرف دیگه اضافه کن، اون اضافه کنه امین. دوباره مین رو می نویسید، هم میبینن، هم دایره لغت افزایش پیدا میکنید. وقتی خوب اینجوری شد یک موقع کلمه های مثلا حالا اینجا ببین یواشاش میبرید ایران سرزمین من است. این خیلی بهتره که بچه خودشون اینا با حرف اضافه کردن نوشتن ایران سرزمین من است. از جزش رسیدن. آره خیلی وقتم جذاب میشه. بچه ها به خدا از کلاستون نمیرن بیرون. من یادم یه سالی 14 فروردین نرفته بودم مدرسه. یکی از همکاران تو روستا معلم بود، گفته بود که بچه ها چه معلمان نمونده؟ گفتم معلم تو ایلیه تصادفاً کشته شد. و 15 فروردین که رفتم دیدم تو مدرسه روستا صدای جیب و داد گریه میاد. وقتی رفتم دیدم که تا تو حیاط رفتم یه بچه اومد گفت بچه گریه نکن آقای مزدکی اومد.
گفت نه دروغ میگی. من فهمیدم که بلای سر کلاسم اومدی. صاحب رفتم طرف کلاس. چی شده؟ گفت آقا مگه شما نمردید؟ گفتم نه. گفت فلانی گفت شما تصادف که ایام عید مردید. دوستتون داشته باشن و اگه دوستتون داشتن به حرفتون گوش میدن.